عادتاً در ما صبح با یک پیاله چای آغاز می شود. درود میگویم به اکرک شما بیننده های عزیز تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی. امروز خواستیم شهر دوشنبه را چرخ بزنیم و خاصه برای البته چرخ زدن انتخاب کردیم کوچه عینی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه را و خواستیم با اینفراساختور سیاحی این کوچه همشفت کوچه مرکزی البته آشنایی پیدا کرده باشیم. نگفته نماند انا همین موضعی که انا همین گونه آرایشات ملی و زیبا را البته دارا است، چایخانه زیربک نام دارد. فضای واقعاً هم ملی که هنگام وارد شدن توجه دلخواه سیاح را جلب می‌کند. محیط دلنشین و معماری برجسته ملی تاجیکی. البته سیاحان و مهمانان شهر دوشنبه می‌توانند همه روزه از ده‌ها همین گونه چایخانه و طربخانه‌های پایتخت البته دیدن نمایند و در برابر آنکه تناول می‌کنند همزمان با صنعت و معماری والای تاجیکانه آشنایی پیدا کنند. ما هم میرویم در ادامه و با اینفراساختور سیاحی انا همین گوشه شهر آشنایی پیدا میکنیم. ما از همین کوچه آباد و آراسته را کوچه عینی نام میبرند. بناهای زیبا و معاصر و صدها مغازه و مرکزهای خدمت رسانی خاصه در ساحه سیاحی. یادآور شدن لازم است که اکثر اداره و شعبه های ناحیه شاه منصور محض در همین کوچه قرار گرفته است. میدونید چی؟ یکی از ساحه‌هایی که در شهر دوشنبه خیلی پیشرفت است و رشد دارد البته این ساحه بناسازی میباشد. در شهر دوشنبه و دیگر شهرهای کشورمان خاصه به استقبال 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان همین ساختمان بناهای نو و زمانوی خیلی رشد یافتند که این هم البته نشان از آبادی و صلح و وحدت است. نه اونقدر دورتر از چایخانه زیربک گلگشتی به نام صدرالدین عینی قرار دارد که در اطراف آن یک قطار بناهای مربوط به ساحه سیاحی متحد شدند. مهمانخانه همنام با پایتخت کشور. البته سیاحان همیشه هنگام سیاحت در دلخواه شهر به مهمانخانه ها هم نیاز دارند و هم توجه. مهمانخانه دوشنبه یکی از مهمانخانه های تاریخی پایتخت است. آن سال 1964 به فعالیت آغاز کرده است. زمان خیلی آوازه‌دار بود میگویند ساکنان و امروز نیز همچون یک گوشه معروف و تاریخی پایتخت شناخته می شود و
تاکنون جایگاه جلب سیاحان و مهمانان است. جالب، در درآمدگاه مهمانخانه دوشنبه اولین چیزی که دقت ما را جلب نمود گوشه هنرهای مردمی بود. اینجا سر از خردترین ارمغان تاجیکی تا به لباس و دیگر جزهای فرهنگی را واخوردن ممکن است. البته مؤسسه دولتی مهمانخانه دوشنبه در مرکز شهر عزیزمون، پایتخت عزیزمون شهر دوشنبه واقع است. همه روزه به مهمانخانه ما از دولت‌های همسایه به ما وارد می‌شوند. بسیارتر مهمانانی که به این مهمانخانه ما وارد می‌شوند از دولت‌های پاکستان، ایران، هندوستان، افغانستان شامل این درگاه ما می‌شوند. در یک گوشه همین مهمانخانه ما هنرهای مردمی به معرض تماشا گذاشته شده است که همه روزه مهمانانی که وارد مهمانخانه ما میشوند البته این درگاه گذر میکنند. مهمانخانه دوشنبه همه روزه برای قبول کردن مهمانان خارج و داخل کشور همه روزه تیار هستیم. در مهمانخانه ما همه وقت برای مهمانان باز است. اینجا خودتون میبینید که هنرهای ملی و استحصال وطنی، این هنرهای ملی و استحصال وطنی از دوره پیشین، از دوره قدیم و ما میراث مونده و ما امروز میتونیم که این چیز هنرهای ملی رو به تمام جهان نشون دهیم و ما بسیار اهمیت میدیم که کدام روز کمی خارجی در این جامعه دارند و این هنرهای ملی و استحصال وطنی رو میبیند و بسیار از این چیز لذت میبرند و خرسند میشوند. و استحصال وطنی که گفتیم مقصد بسیار چیزایی که استحصال وطنی داریم خارجی از اینها خریدار میکنند، برای اینکه این چیزهای و طبیعی و چیزهایی که ملی خودمون هستند و ما بسیار خرسند هستیم که امروز با ما این چیزا که گفت همین مغازه که او کردیم و این تمام هنرهای ملی رو به تمام جهان نشان میدهیم. وقتی که خارجی به اینجا داخل میشن بسیارتر و یا توجه میکنن به همین هنرهای ملی و همین چیزایی که دستی هستند و همین دستی که مورای دستی و توقیه که دستی میدوزن و بسیارتر به همین سنگای وطنی، سنگایی که تو خودمون داریم و این بسیار و یا توجه داره، برای که ما سنگایی که وطنی داریم هر سنگ به خودشان نام دارد. سنگ‌ها هستن که سنگ‌های لازوریت میگن لاجور، اصلا سنگ تیگرونگل است، نفریت است، روز کیوارس، چند همون سنگ‌های وطنی داره و اونها این چیزا رو بسیار قدردانی میکنند. اجراهای خوب از آشانه دوم سر میشد. در پیشروی مهمانان همین خیلی یک دیواره شیشگی خیلی زیبا و پرنقش‌نگار جای دارد. شاید درباره این میگن معلومات جالب نفته است. این دیوار شیشگی این بسیار دیوار زیبا است. این در با فکر من در تاجیکستان یک تر میباشد، به خاطری که چی مهمان خارجی میبیاد همین چیز برای مهمان بسیار جالب میتواند. بسیار نقش دیوار زیبا است. این به حد قدیمی است. طوری گفتن بیننده عزیز، همون حجره های خواب اساساً از آشیانه دوم آغاز می شود و می رویم و آشنا می شویم با شرط و شرایط مهمانخانه دوشنبه. مرحبا.
اینجا باشد اتاقی برای جای خواب اینجا باشد. مهمانایی که با اویلوی میبیان اینجا جای مثال جای خواب فرزنداشون، جای نشستشون اینجا باشد، جای خوابشون. با همین ما از مهمانخانه دوشنبه برآمدیم و خواستیم با گوشه‌های دیگری این کوچه شناس شویم. گلگشتی که بیشتری مورد با نام مرکز سودای صدبرگ میشناسند. این گلگشت به شرف پایه‌گذار ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی نامگذاری شده است. در گوشه آن مجسمه استاد عینی و همزمان نمای از مبارزه‌های اجتماعی دوره تصویر شده در آثار عینی ساخته شده است. این میدان سال 1978 به افتخار 100 سالگی استاد عینی بنیاد شده است. و در گوشه دیگری همین کوچه عینی قرار دارد یک چند موضوع دیگری جالب که ما باید حالا برویم و از آن نیز دیدن نماییم. خانه دیگری زیبا و زمانوی این کوچه پایتخت ایسرا نام داشته است و موضوع جالب دقت در این مهمانخانه نیز حین درآمدن دقت ما را جلب نمود. بیننده عزیز، طوری معلوم اینجا مهمانخانه ایسرا است و چون ما از چندم مهمانخانه سالکای دیدن کرده ایستادیم که همین گونه گوشه‌های الهیده، البته چیزهای دست ساخت و نمونه هنرهای مردمی در درآمدگاه مهمانخانه ها البته وجود دارند و این گواه از آن است که سیاحان و مهمانانی که میآیند به پایتخت، خاصه به مهمانخانه های پایتخت، معلوم میشد که به نمون هنرها و چیزهای دست ساخت ملی توجه مخصوص دارند. می رویم آگاه میشویم از شرط و شرایط این مهمانخانه پایتخت. سیاحان امکان دارند در این گوشه شهر با زندگی معاصر و زمانوی پایتخت آشنا شوند. اینجا همه چی با ترتیب جایگیر است و گذاری بیشتری سیاحان و گردشگران که به شرق و جنوب تاجیکستان می روند از این منطقه می گذرند.
بیننده عزیز، اینجا همون انتهای کوچه عینی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه است. جایی است که 4 بینای به هم مانند در رو بروی هم قرار گرفتند، بنیاد شدند و با یک معماری واقعا هم زیبا و دلنشین در مرکز شهر البته قرار دارند. و با همین انتها یا تمامشوی کوچه عینی شهر دوشنبه، سفر ما نیز در این گوشه پایتخت البته با آخر میرسد. تا برنامه‌های دیگر، خیر.